این دستسازه یه وسیله هستش که هم میتونه فشار هوا رو به ما نشون بده، هم فشار مایعات. 3 تا بطری از رو هم دیگه قرار دادم. بطری بالایی نصف شده که فشار هوا روی مایع اعمال بشه. بطری بالایی و وسطی با این لوله رابط با هم ارتباط دارن. بعد بطری بالایی هم با پایینی توسط این لوله رابط. کلا این لوله رابط باعث میشن که فشار هوا و مایعی که روی اینا هست از طریق لوله‌های رابط باعث جابجایی مایع بین این 3 بطری بشه. با هم دیگه طرز کارش رو ببینیم. یه مقدار مایع رنگی این بالا میریزم. خب ببینید الان آب با فشار خارج میشه. دلیلش این هستش که آب فشار هوایی که روی این هستش مایع رو تخلیه میکنه توی بطری پایینی از طریق این لوله رابط. هوا میاد وارد بطری دوم میشه، به بطری دومی فشار وارد میکنه به مایعش. مایع از اینجا با فشار زیاد خارج میشه. هرچی ارتفاع و عمق مایع کم بشه، فشار آب خروجی در اینجا هم کمتر میشه. خب اینجا ببینید عمق کمتر شده، فشار مایع در اینجا خیلی ضعیف شده و در عوض مایع رنگی داره از طریق لوله رابط توی بطری پایینی تخلیه میشه. خب این قسمت فشار هوا رو ببینید. بطری دومی که خالی شده، هوا از این قسمت روی مایع باقی مانده فشار وارد میکنه و با فشار خارجش میکنه. حالا مایع رنگی رو توی بطری دیگه میریزم. بعد اینو واژگون میکنم که نقش فشار هوا رو اینجا پررنگ‌تر ببینید. خب هوا از طریق این لوله رابط اینجا میاد وارد این بطری میشه، فشار وارد میکنه به این مایع، از طریق لوله رابط با فشار مایع خارج میشه توی بطری دومی و اینجا هوا از طریق لوله رابط که وصل شده به بطری دومی از اینجا باعث میشه که جوهر اضافی تخلیه بشه.